کشاورزی از ساحه‌های افضلیت‌ناک خواجگی خلق مملکت محسوب یافته. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد بامرام آن و در این زمینه استفاده ثمرناک زمین، جاری کردن اصولهای معاصر کشت و پرورش و کارکرد محصولات، سال از سال افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و ساحه‌های مربوط آن و در مجموع عملی کردن امنیت یازوقواری کشور نگرانیده شده است. در این سمت استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و خواجگی‌های یاریرسانی شخصی شهروندان نیز نقش مهم دارد. طبق معلوماتی به ما رسیده، زمین‌های نزد حولگی اهالی دهات الحال 60935 هکتار به قید گرفته شده است و طوری که احساس کردید مساحت این زمین‌ها در مجموع کم نیست و استحصال محصولات کشاورزی از آن در فراوانی بازار استعمالی به تأثیر نخواهد ماند. ضمن از نظرگذاری انتخابی زمین‌های نزد حولگی اهالی جماعت‌های دهات شهر استرافشان به خلاصه آمدیم که با نظر داشت دسترسی به آب پالیزی این زمین‌ها ثمرناک استفاده می‌شوند. در جماعت دهات زرحلال 43875 نفر اهالی در 5742 خانواده استقامت دائمی دارند. جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ثمرناک و مقصدناک استفاده نمودن هر یک وجب قطعه‌های زمین نزد حولگی از طرف کارمندان جماعت کاربری رفته ایستاده است. هر یک خانواده جهت تأمین همه‌روزه زندگی خود در زمین‌های نزد حولگی کشتی کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، پمیدور، بادرنگ، باقلاجان، قلمفور بلغاری و کبوتی کاربری رفته ایستاده است. روند استفاده زمین‌های نزد حولگی در شهر و دهات استرافشان مورد توجه مسئولین جماعت‌ها قرار داشته. امروز مردم خود احساس کردند که با استفاده ثمرناک زمین و کشت و استحصال محصولات بازارگیر می‌توانند در بهداشت اقتصادیشان مساعدت نمایند. در نزد جماعت دهات اوید به استفاده ثمرناک زمین ستاد دائمی عمل کننده عمل می‌کند که در آن متخصصان ساحه کشاورزی و کارمندان جماعت دهات، رئیسان دهه‌ها جلب کرده شده‌اند. از طرف ستاد دائمی عمل کننده به خاندان هر یک شهروندان ساکن جماعت رفته جهت ثمرناک و مقصدناک استفاده نمودن زمین‌های نزد حولگی کاربری رفته ایستاده است. همزمان یادآور میشیم که هنوز سالهای 1996 و 98 با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل خواجگی‌های یاریرسانی شخصی شهروندان در مقیاس جمهوری 75000 هکتار زمین جدا و تقسیم کرده شد و در این زمینه به اهالی ولایت سوق نیز 22400 هکتار زمین تقسیم کرده شد. یعنی امروز اکثریت ساکنان دهات صاحب قطعه زمینی کشاورزی گشتند و همزمان زمین‌های نزد حولگی نیست با استحصال محصولات در بهداشت وضع اقتصادی اهالی و ذخیره برای زمستان مساعدت خواهد کرد.